و وقتی که حضرت عمر رضی الله عنهما با نصارای شام صلح بستند، در آن صلح بندها می شود فلان عملها را اجرا نمی کنید، فلان عملها برای شما اجازت است. صلح شده بود بین مسلمان ها و راهبر آنها آن زمان خلیفه کل مسلمان ها حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه و ارضاه و بین پادشاه های شام نصرانی ها. و در آن شرط ها حضرت عمر چنین شرط گذاری کردند که الا یظهروا الاحتفال باعیادهم امام المسلمین. یکی از شرط ها این است که شما در پیش مسلمان ها ایده های دینی خود را آشکارا جشن نمیگیرید. در کتاب ها آمده است که یکی از شرط های صلح این است که ایده های دینی خود را در داخل کلیساهای کهنه جشن گیرند. چون که شریعت وقتی که دینی مقدس اسلام مسلمان ها بعضی دیار نصرانی ها را ضبط میکردند و فتح میکردند میگرفتند، کلیساها را ویران نمیکردند، کلیساها را در حال خودش میماندند و عبادت کردن را در داخل کلیسا اجازت میدادند و ایدهاشون هم باید در داخل همین کلیسا اجرا کردن اجازت میدادند، فقط میگفتند که در پیش مسلمان ها اشتراک نمیکنه. و این چون حضرت عمر در آمدن مسلمان ها به کلیسا را علل خصوص در روزهای عید منع میکردند. و اجمع الصحابه رضی الله عنهم علی هذه الشروط. صحابگان کرام به این شرط هایی که حضرت عمر با آن شرط ها گذاشتند راضی بودند، همه آنها اجماع کردند، کسی خلاف نبرآمد.